مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدايا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدايا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون شو مالی اومدن؟ نام چیه؟ عبدالرحمن. تمام زیبای شروع شده. نامی ربی آمون زنم مبارک نزن خیلی. سلام این توی دادن ما عبدالرحمن مبارک بگردیم. تای قدومی خانم شد خدای میرون برای اهلی خواهدم. سبب سعادت و سبب خیر در زندگی بگردیم. الله جمع شما جمعی با خیر و با سعادت و ای محصولی جمع شما خدا فرزندای خوب و فرزندای نیک فرزندای خدا شناس و خدا ترس با وجود بیارید ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب بدن مشقت بکشه عبادت میگه همون اجرش میگه بیشتر بدن روایت میکنه که حضرت علی میگه که پس اگر این باشد ما هر تابستان روزه میگیم تابستان های با مکه و مدینه و اونها به هم معلوم شرط اون عزیزای خدا همون عبادت هم مشکلات خوش قبول میکردن حضر ماها اندکت مشکلات در عبادت باشه خدا با اونایی که کلن ترک شد ای خدا که نیک بیارد در حدیثی که حسین ابن عمران روایتش میکنه پیامبر 3 عصر بهترین جوانمردهای اسلامی خوندگی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بهترین مسلمان ایستین مسلمان همون مسلمان هایی بود که هم عصر من و 2 عصر بعد من 300 سال پیامبر گفت اینها مسلمان هایی که با تمام هستیشون در دین بودن خدمتی در دین میکرد مقصد از اینها یگان بدبختی و این نیرنگ و این فحش گفتن و این تهمت زدن و مقصد اینها از این 3 عصر کامل رخ نمیکرد بعد از اون که ها میاد که یکم نفرهایی که میان یشهدون و لا یستشهدون بعد از این 2 نفرهایی میاد که به خدا قسم خوردن در یگان ذره ترس ندارن به خدا قسمش نمیتی به خدا قسم میخواد به خدا قسم خوردن
حتی در قرآن هم این حد آخری قسم که اگر با قسم خدا دادش اگر خور مقصد او را رهاش میکنه، میگه این مرد قسمی با خدا این کار کرده نیست. ولی گفت بعد 3 عصر مردم گفت آنقدر گفت ترسی خدا در وجود چون قریب که نیست، حتی دیگر از همه حیبت و بگیم که قهر خدا اونقدر ناترس میشن که بنامش قسم میخواد. ولی خدا ما کار همین قسم خوردن با خدا در این عادی ترین کار ما با نام خدا بزنم و اللهی نکردم، اونها در عادی ترین کار ما. این نشانه بدبختی است. دویم پیامبر گفتن که ینظرون ولا یوفون، انسان هایی میان که نظر میکنن و وفا نمیکنن. سیم گفتن یخونون ولا یؤتمنون، خیانت میکنن، هیچ وقت دیگه امانت نگه دارنده نیستن. چهارم و یظهر فیهم السمن، نفرهای پیدا میشن که فقط تن پروری میکنن. مسلمان فقط تن پرور، دین پرور نی، اسلام پرور نی، پشتیبانی از دینش نی، پشتیبانی عیناً ناموس دینیش نی، فقط تن پروری، فقط راحت. ابو سعید در دوش میگه ای چرخ بس لیل و نهار آوردی، هم فصل بهار و هم خزان آوردی، مردان جهان را هم آوردی زی جهان، نامردان را بر روی کار آوردی. حقیقتا همین شده. یک آدم در پیش ما دین ما را تنقید میکنه، دین ما را سنگ بزنه، یک تمام غیرتی نداریم که ای دین ما پشتیبانی. دیگه مردی خواب نداره. انشاءالله نشستمون خود اند نصیحت نشوان. به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، پدر عبدالرحمن چی می‌دارد؟ ایشانی رحمت الله. ما که در خاندان برادر ایشانی رحمت الله حضور داریم و برای این لحظه های از خرسندی حیاتشان که فرزند گسل کردن برای زندگی الهیده تبریک و تهنیت میگوییم و از خدای مهربان همیشه دعا گوییم که همه فرزندهای ما را، همه خواهرای ما را زمانی که بینشان نکاح برپا می شود، خداوند زندگی های خوب، زندگی های نیک، زندگی حلال، زندگی که عبارت از اطاعت و عبادت خدا باشد، الله نصیبشان گرداند. از آن جمله این برادر ما را هم عبدالرحمن هم همراه خانومش خدای مهربان همون الفتی که بین آدم و حوا بود، بین ابراهیم و سارا بود، بین محمد صلی الله علیه و سلم و عایشه صدیقه بود. الله این الفت، این محبت
و این زندگی های بسیار بسیار معنادار خدا شامل حیات این دادر ما گرداند. در آینده فرزندایی که مثل از مادرمان فاطمه، مثل امام حسن و امام حسین، اینها گلهای اهل جنت است. خداوند به این دادرای ما و خواهرای ما، این گونه فرزندایی که بلند بردارنده آبروی پدرشان در دنیا و در آخرت است، الله نصیب و روزی بگرداند. بعدا برادران عزیز و گرامی، ما یک سوره داریم در قرآن به نام سوره حج. در همین سوره مبارکه الله مهربان میگه که الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله مهربان این آیت قرآن که در سوره مبارکه حج هست، حضرت عثمان رضی الله عنه میفرماید که این آیت قرآن میگه نزولش میگه و سبب نزولش و شأن نزولش برای ما اصحاب پیغمبر بود. میگه در شأن ما نزول شده بیه. میگه ما دارای این چهار صفتی که الله مهربان کرده ایستاده است، ما که پایبند این چهار بودیم، کلید فتح و ظفر، کلید قیمت و مرتبه و مقام در دست ما بود. مراد از این سخن حضرت عثمان برادر عزیز این است که کسی این چهار چیزی که آیت قرآن میگه وقتی با خود میگیره، وقتی جامعه ای که پایبند این چهار میشود، ببینید میگه کلید فتح و ظفر در دست ما بود. مثلا ما دارای حکمت بودیم، دارای وقار بودیم، دارای مثال حیبت بودیم و امروز این کفری که در دنیا و ما دستنگری اونها شدیم و امروز هر بدبختی را که خواهند در راست ما میکنند و هر یک یراقی که میبرارند در دولت‌های اسلامی اونها را سنجش میکنند. خب امروز که ما این مصیبت و این مشکلات در روبرو شدیم، حضرت عثمان میگه به خاطر آن که شما از دنبال این چهار چیز پیگیری نکردید. برادرای عزیز، اگر در ظاهر آیت نگاه کنیم نه چندان کار مشکله، ولی افسوس که برادرای عزیز ماها امرهای دنیوی مونه، کارهای دنیوی مونه، لذت ها و هر یک گوییم که دقیقه های راحت از دنیا مونه برتر از این چهار دانستیم. پس البته باید جزاش باشیم، جفاش رو باید ببینیم. همون محمد اقبال لاهوری میگو شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. ما حقیقتا همون محبوبی حتی که از ما رفت، پس این مشکلات ها ما را دنباله گیر شد، این سختی ها ما را امروز دامنگیر شد. خدا میگه که یکم حضرت عثمان در زیر این آیت قرآن چی گفت؟ گفت یکم آن چیزی که برای ما از همه مهم بود این بود که نماز ما از همه چیز بالاتر می‌دانستیم. نماز برای ما حقیقتا مهمترین عبادت بود. شما میبینید که در جنگ ها یک قسمت مردم در رو بروی دشمن میموندن، قسمت دیگرش نماز میخواندن. در حالت هایی که خیلی هر یک لحظه تهدیدی گوییم از بین رفتن بود، ولی نماز ترک نمیشید. یکم آن چیزی که برای اونها مهم بود. برادرای عزیز،
امروز ببینید چند ساله هایی که ما آزادی دین داشتیم، حاضر الحمدلله اگرچه بعضی محدودیت های زیاد داریم، ولی به هر حال هم خدا را سپاسگزاریم که کمی داریم برای نماز خواندن ما. مثلا حاضر یگان مشکلات ایجاد نمیشه اگر من نماز هر گوی که خواهم بخوانم، ولی در همین خواندنم بین ما برادرای عزیز خیلی و خیلی بپرواییم. این همین روز جمعه بسیاری از ما نمیدونیم که جمعه همین روز، حتی ترددی به نماز جمعه را هم ما باور که نمیکشیم که نماز جمعه هم یکی از فرضهای وظیفه هر کدام ما هست. بغیر این که ما باید هر روز 5 وقت نماز مونه با جماعت بخونیم، ولی برادرای از روی انصاف بگیم به خدا آنقدر شیطان غفلت در همین وجود ما تسلط کردگیه که جماعتش یک طرف، مسجدش یک طرف، در همون خانه امکانیت داریم نمیخوانیمش. آیا شومی همینه برادرای عزیز که ما بسیاری از بهترین گوهرهایی که در دست ما باشه همش دست میره. دیگر چیزی که میگه حضرت عثمان میگه ما داشتیم این دادن زکات بود. دیگر آنچه که داشتیم امر به معروف بود. چهارم آنچه که داشتیم نهی از منکر بود. این 4 چیز میگه ما در رسمان اینها چند زدگی بودیم، هیچ وقت اینها را رها نمیکردیم. خداوند میگه در طفیل این برای ما همه خوبی ها را، همه فتوحات را برای ما داد میگه. اگر برادرای عزیز و گرامی خاندانای ما را ببینیم چقدر از خودم نماز بخوانم هم بچه حکم نمیخوانم، کلینم نمیخوانم، نبیرام نمیخوانم، ولی ما در این مسئله سختگیری نمیکنیم. دیروز یک بچه حک زنگ میزنه بابای داملا خیلی خوب میشناسمش، همین کمانده فلانی قطعی کمانده فلانی چی دارد، بازی دارد، همین یک دعا بته که همین کماندمون مقصد غالب بیا. من دادری جان، من البته فکر کردم که میگوی دعا که ایمانم کامل شد، دعا که مثلا من پایبند عبادت خدا شم. آخه از کمانده فلانی را بردم به تو چی نفع، به تو چی فایده؟ چرا فکری فلان کمانده در ذهن تو میگذره و فکر گورت نمیگذره، فکر قیامتت نمیگذره؟ چرا نمیگوی دعا که خدای مهربان مرا توفیق ده نماز تهجد بخونم، مرا قوت بده که من از عهده تربیت فرزندا ببرم؟ چرا این دعا را طلب نمیکنی؟ یکی برادرای عزیز اینمی نه، امروزه را بینیم ما چیزهایی را طلب میکنیم که والله باور کن 5 تینه قدر در خانه گوری ما نداره. حتی کلانترهای ما در 70-80 رفتیستن، یا از او پستر همین توی نبرگ ما ببینم مردم به آرمان، توی فلانی ما ببینم مردم به آرمان. نمیگه که اگر از الله مهربان خواهان همیم که ایمان ببرم مردم به ایمان، مردم مثال به آرمان. یا بچه‌های قرآن خوان در دنیا اگر ترک کرده بتونم مردم یگان آرمان ندارم. بین آن چیزهایی که لازمه تمناش نیست در ما. یک چیزهایی را تمنا میکنیم که برای ما یگان نفعی نداره. پیامبر میگه لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، کسی نماز نداره در دین ما یگان درجه نداره. یک کس ما اگر بگیم تو ناآدمی ملال میشه، پیامبر میگه تو ناآدمی وقتی نماز نداری، تو آدم نیستی. میگه لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، این پیامبر میگه. میگه موضع الصلاة فی الدین کم موضع الرأس فی الجسد. نقش نماز میگه در دین نقش سر در جسد است. همین جسدی به
کلا بگیم چی نفت داره با کی در کاره؟ انا همین نقش انمون کلا برادر عزیز، همین نمازی در دین ما وقتی اگر ایران نداشته باشیم پس پیامبرمون میگه که تو همین ناآدمی که ما میگیم همین ناآدمی در تای. ما یک برادر عزیز یک آدم ایلا به دسترخوان یک پیاله چای بخوره، اگر ما بادایی که در حق ما یک گپی ناجا بزنه یا یک خیانت اندکی کنه جان ما میبرایم میگیم این بدبخت همین ای دسترخوان ما نان میخورد چای میخورد، امروز مقصد چی؟ در حق ما این کاری گپا زده است، خیانت کرده است. برادری عزیز این قنوش نعمت خدا را میخری، الله را برای چی شکرگزاری نمیکنی؟ برای چی نزد پروردگار میان خم نمیکنی سبحان ربی الاعلا بگوی؟ چرا سبحان ربی العظیم نمیگوی؟ آیا همه بی انصافی، همه کفران نعمت نیست؟ برای همین ما این چیزها را که دنبالگیری نکردیم برادر عزیز، ببینید حضرت عثمان گپشه این داماد پیامبر بود، ما میگه که به اینها که جهت داشتیم تمام هستیمان دنبال این چهار عمل که پرداختیم ما به همه خیر به همه نیکی رسیدیم. در مردم ما تا اندازه برادر عزیز توفیق من دور شده که وقتی از آیت قرآن میگوی از حدیث پیامبر میگوی این میگه برادر عزیز بسیاری نمازخوان‌ها را دیدیم چیکارش میگه همین دل تازه باشد، دیدیم نمازخوانش هم دیدیم گپ در نماز خواندن نیست میگه. همین بسیار برادر عزیز این مهمترین است که خدا در آیت میارش، اصحاب پیغمبر میگه سبب نزولش برای ما هست، که ما که در این چیزها که جهت داشتیم سعی داشتیم. و دیگر برادر عزیز دادن زکات، دادن زکات هم یکی از امرهای مهمه. در تمام آیات‌های قرآن اگر شما نظر کنین برادر اقیموا الصلاة و آتوا الزکات اومد، نماز بخون زکات بده. پیامبر میگه که لا صلاة لمن لا زکات له، کسی زکات نداره نماز نداره. خب وقتی من برادر عزیز من از شما ایراد نمیگیرم، من شما را مقصدم یگان تحقیر کردن نیست، تا این زمان نکردیم کسی را ایرادگیری و تحقیر کردن، ولی وقتی من سوره حج میگم بسیاری از شما حتی نمیدونید که در قرآن سوره حج است. مردم ما آنقدر برادرای عزیز از همین بگیم محبوبیت دین و شریعت دور شدگیم که میگه سوره قل هو الله را بخون، نمیدونه که می سوره قل هو الله نامش اخلاص است، نامش نمیدونه. ما در یک خانه که خیلی آدمش زیاد بود، زیاده ممکن از 70 و 80 بود، وقتی موعظه میکردیم برای فضیلت قرآن، وقتی از اونا پرسیدم دادرای جون که من یک چی پرسم از شما چند نفرت همینجا قرآن خوانین؟ یک آدم از جوش میخیزه. از بین بگیم 70-80 نفر آدم یک کس بلند میشم میگم من قرآن خوانم، دیگه یگان تایم قرآن رو میخوانم. برادر عزیز همین کندی ما نیست، همین مقصد همینجا در من خدمت چخیل آدم همچون ایمان کاملدار معرفی کنم، چخیل گردن بلند کنم بگم الحمدلله رب العالمین که من مقصد ایمان کامله، من مسلمان اصیل منم که وقتی که قرآن خوانده نمیتونم با میشنوم میدانم همشه، ولی باز در پی گرفتنش نمیشه. شما میدونید که روز قیامت برادر عزیز هر کی در دنیا قرآن خوانه سوره بقره، سوره آل عمران به مثال کبوتر میگه در بالای سرش سایگی کرده تا موضع حساب حسد میبرش و پیش پروردگار سوره بقره و سوره آل عمران از خداوند طلب شفاعت برایم بنده میکنن که خدای همین بنده را نجاتی که در دنیا
از ما تلاوت میکرد. پیامبر میگه کسی که اگر هر روز 40 آیت از قرآن نخونه، قرآن روز قیامت در بالا شکایت میکنه. برادر عزیز، شاهد شکایت در بالای سرت قرآن باشه میترسی که شکایت میکنه قرآن است که من از این بنده بیزارم، در دنیا امکانیتی داشت که مرا بخونه، در دنیا امکانیتی داشت که از ما پیروی کنه ولی نمیکرد. این بسیار والله برای ما یک جای خجالته، بسیار یک جای شرمندگیه که پیر میشه میریم قرآن خواندن نمیتونیم. خیلی زمانی بود دوره شوروی بود، در همون دوره شوروی قرآن خوانش ایها زیاد زیاد بود. وزیر همه امکانیت هست، هیچ کس پروای قرآن نداره، نمیخونه. نمیدانیم. میگیم حدیث بخاری را نمیشناسیم، حدیث مسلم را نمیشناسیم. برای ما برادری عزیز، تا هر یک چیزه، تا هر یک مقصد به این آدم ها حج میروند، از ماهیت خانه کعبه که درک ندارد، نمیدانند این خانه کعبه چیه، ای کیه، چی ثواب داره. همین میروه میبینش میگه همه خانه کعبه نمیه. یکی تا اگر او را از ماهیتش، از مقصد چگونه بودنش، چی نفع میاره درکدار نباشید، در عبادتش لذت نمیبرید. حتی یک برادر امشب نقل کرد، گو وقتی که حج میگشتیم میومدیم، یک مردک میگه همین مسلمان های خودمان هر جایی که میرفتیم میگن نامشون مینویسن که کجا رفتیم. اخیر در میگه آمد مرا سوال کرد که همون یک سنگ سیاهی که گردش میگشتیم چی نام داره؟ شما بینید تا خانه کعبه را نمیداند که همون خانه کعبه نام داره، نمیداند خانه سیاهی که گردش میگشتیم. حقیقتا برادرای عزیز، اگر بیستیم به نام خدا در برابر قصه هایی که در کتاب میخوانیم، ما را شرمون باید بیا وقتی که ما خودمان مسلمان بگیم، شرمون بیا به خدا. آدم ها جانبازی ها کردن، جانبازی از سر جان برای دینشان گذاشتن، شب و روز پایبند عبادت و اطاعت خدا بودن. ما را چی بلا ماشید، چی قدر از دینمان دور رفتیم، چی به ما نفع میبخشد. بازی کدام تو میدانی که یک ساعت پس مرده یا زنده؟ او زمانی که این سال میگه در بالای همون تابوت که میمانند، آدم خوب که باشه چی میگفته است؟ قدمونی. وقتی میگه آدم که مرد، خداوند در باشیشگاهش نشان میداده. آدم مسلمان اول دوزخ نشان میداده، میگه اگر ای فلانی تو از جمله فاسقان میشدی، فاجرا میشدی، از جمله آدمای گردن کش میشدی، از جمله کسایی که خدا و رسول و شریعت فراموش کردگی بودن، از جمله اونها میشدی، همین دوزخ جای تو بود. ولی مادامی که در دنیا سعی کردی، عبادت کردی، دلسوزی برای دینت کردی، پشتیبانی از دینت کردی، خب تمام امکانیت‌های برای دینت صرف کردی، همین جنت جایت است. میگه جنت همون جای قدمگاهش نشانش میده. میگه با زمانی که تو خانه قبر میای، تو مقصد وارد اینجا میشه. دیگه میگه وقتی هم تابوت که میبردارن، همین صدا میزده، افسوس بردارنده های تابوت نمیشنون، قدمونی تیزتر برینم. میگه وقتی آدمی بدبخت باشه، آدمی که ها خواجه باغ داری، ها دارم، مسلمانی ها مسلمانم، ولی مسلمانی که یگان خیر و یگان بگیم نشانه در او دیده نمیشود. میگه وقتی که ایره در بالای تابوت میگذارن، او چی میگفته است؟ اول میگه جنت نشانش میدن، بعد از اون میگه که تو بدبخت، میگه محرومی از این جایی، بعد جهنم انا میگه باشیشگاهت اینجا است. میگه اگه اون چیزی که کاریدی حاصل شو بگیر، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزی جو، اگه حاصل شو بگیر. بعد چی میگفته است؟ یا ویلها این تذهبون بها. بعد میگه داد میگفته در بالای تابوت که ای مردم کجا میبرید مرا، وای به حال ما که
چی دهشت‌های مرا منتظره. بگذار برادر عزیز، ما از جمله کسایی باشیم که تمنا کنیم که تیزتر بریم ما از جمله اونها باید باشیم. حضرت مولوی میگو چی دیدی از بهشت داری بهانه؟ این چی دیدی از بهشت داری بهانه؟ چی نفع از سقر هستی روانه؟ ای همون دوزخ چی فایده است که راه دوزخ انتخاب کردی؟ تا از جنت چی بدی دیدی؟ میگه عاقل ز کراهت سلامت ماند. میگه اگر تو دعوای عقل کنی، تو دعوای خیرت کنی، تو دعوای آن کنی که من مدنیت دارم، من عقل دارم، من دورنده شم، من آدمی با عقلم، جنونی میگه باید تو نشانه داشته باشی. نشانه چیه؟ عاقل ز کراهت سلامت ماند، گر مرد ری حقی گناهگار مشو. عاقل کسی را میشمارم که ای گناهگار شدن میگریزه، از نافرمانی پروردگارش خب همیشه ترسانه. این را من عاقل میشمارم. زی خاطر برادر عزیز، یکی نماز، یکی زکات، یکی امر به معروف و نهی از منکر. خیلی شاد میشه که وقتی میبینیم دادر ما عبدالرحمن که یکی از لحظه های فراموش نشونده حیاتش هست. ببینیم ما سالهای 86 زن گرفتیم، فراموش نمیکنیم. اگر 80-90 دم برم همون ساعت زنگیری ما فراموش نمیکنم. ولی وقتی که برادرای عزیز بچه های ما تویشان میخواهند که یک برادر مثل ما واری یک کس دعوت کنیم، 4 برادر مسلمانان نصیحت کنن و پیش ای مقصد توی ما یک دعا ما بتن، تمام رضاگی خدا را در بیابیم، نه رضاگی شیطانه. همین توی از وقتی که من توی میکنم در اوج حرام کرده های خدا را حاضر میکنم، شیطان از خودم راضی و خدا را از خودم ملال. برای در ما این چیزها باید بیشتر باشه برادر عزیز، بیشتر باشه. انسان تماما تغییرات میدراره. انامین حلقه ها، انامین نشست ها، انامین پند نصیحت ها و ایلا واللهی که از انسان دا وحشیتر و از انسان دا بیرحمتر دیگر قریب مخلوقی نیست. فتح موسیلی را خدا رحمت کنه، میگه انسان اگر 3 روز بی‌غذا بمانه هلاک نمیشود. 3 روز هیچ چیز نتن، گرسنه و تشنه در یک جا برام پرتوینات، میگه هیچ چیزی به اون نمیشه، این هلاک نمیشود. ولی اگر 3 روز به امر معروف و نهی از منکر ماند، قلبش هلاک میشود. قلبت که هلاک شد برادر، این ابعد الناس من الله القلب القاسي. پیامبر گفت کسی که قلبش هلاک شد یا قلب از حساب گناه زیاد تاریک شد، هر آینه مسافه پیدا میشه بین رحمت خدا بین او. دیگر رحمت خدا از تو دوره، تو در غضب خدایی. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. یک پاره که گویم خواب در دستم، لای در دستم زد، هم قدر بوی خوشی داشت که بعدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. تو مشکی، تو عبیری، تو چی؟ خدا معرفی کرد. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدت با گل نشستم، جمالی همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. او شیخ سعدی من همیت تیکه خاکی بودم، ولی با گلها که همنشین شدم این بوی خوشی گلها در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. ویلو من یک خاکی هستم. برادرات شما گل میشین، شما زیبا میشین، شما مقام میگیرین، مرتبه میگیرین وقتی با گلها همنشین میشین، وقتی شما با اهل علم میشینین، وقتی شما در اهل علم محبت میبندین. بعد خدا خواهد ماها را آدمگری ما بعد ظاهر شدن بگیرد. و الا تا چند ما اگر از اینها فرار کردیم، دور شدیم، همون قدر برادرها از توفیق، از خداشناسی، از آدمگری همون قدر دور شدن میگیریم.
ناصر خسروی در کلیاتش میگه که همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. آدم هم میگه سرمایه حیاتش همین نفس های آب، همین ها که نرسه آدم هلاک میشه. همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. همین نشسته میگه مثل آب و هوا برای هر کدام ما مهم ضروره. انشاءالله که گمان مونه که در راست عبدالرحمن خیره، خدا کنه که عبدالرحمن دادر ما زندگی خوب کنه، زندگی نیکی کنه که آب روی نمازخانه ها را نریزانه. یا خواهرایی که ما با سطر داریم، وقتی که مثال با اونها کسی که انتخابی برای زن میکند، اونها هم باید چنان رفتار کنند که آب روی سطر دارا را نریزانند. و الا به اون هم ما دشمنای زیاد داریم که سطردارای ما را سنگ میزنند، نمازخانهای ما را سنگ میزنند. وقتی اگر با از اینها بعضی کارهای اگر ناشایان در زندگی رخ داد، با یک باره گوییم که ما دشمنامون را با چی مستحکمتر کردیم، ما برای اونها با دلیل و حجت دادیم. برای می در زندگی خیلی حبیب خدا را بینیم، حتی عبدالرحمن و امثال او را، همه مردهای ما را وقتی میگه ایمان شما کامله که خیارکم لنسائهم، با خانمهاتون معامله خوب میکنید، با خانمهاتون رفتار خوب میکنید، خانمها را حقارت نمیکنید، خانمها را نام پدر و مادرشون را گرفته دشنام نمیکنید، خانمها را بیهوده نمیزنید، خب طعنه‌شون نمیکنید، ایخانه پیششون نمیکنید. وقتی شما این کارها را نداشته باشین، پیامبر میگه خیارکم، شما بهترین جوانمرد، بهترین جوانمرد هستید. حتی جناب رسول اکرم برادر عزیز میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. جناب رسول اکرم میگه من نمیگویم که در زندگی های شما تشویش نیست، یا مقصد یگان بی‌ضابطگی و تلاطم و یعنی زندگی به پیچتاب نیست، خواهی نخواهی اینها پیدا می شود. ولی پیامبر میگه غضبناک نشو، یعنی تحمل کن، زیرا که میلش یگان کاری اگر از جانب زن تر ناراحت هم کنه، با کارکای دیگری داره که با تو راضی میگردن. در برابر این پای قدوم خواهرم بر این خاندان از الله مهربان خیرش طلب داریم و خدا کند که خواهرای ما مثل همین حاجیای ما تعریف میکنن، همین مردم اندونزیا را تعریف میکنن دائم که این قدر مقصد در همین عبادت بی‌نهایت مقصد هوس دارن، این قدر سعی میکنن، این قدر جهد میکنن، حتی در خودشون قاعده گذاشتن تا بچهش حاجی نشوه یا دخترش حاجی نشوه شونه میکنه و زن نمیگیره. چی خوب میشید که در ما خیلی مردم کمبغل که هست امکانیت حج کردن ما نداره، بسیار ما، ولی یک نیتی نکنیم که تا دخترم قرآن خوان نشوه یا تا بچم مثال قرآن خوان نشوه ما را باید زن نتم، من باید او را مثال شوهر نتم. اگر ما همین ها را پیشه کنیم، برادر از بخدا نور بالای نور میشه. مثال خرسند نمیشیم که سحر بخیزیم پای طهارت ببینیم کلید ما پیش از ما و شما خستگی طهارتش کردگی قرآنش در پیش ماندگی خوانده است. آخه همین اندک اگر در پشتی ناخون و ایمان داشته باشیم روی دل ما روشن میشه و که چه آدمی خوبی خانه ما آمده که قرآنش کشادگی مثل دیگر به توفیقایی که مقصد پاتیت کردگی خانه و ولی قرآن خوانده است. چی مبارک خانه ای، چی مبارک خواهر ای. اگر ما این خیل نیت ها کنیم، ما این خیل مثال پرینسیپ ها را بمانیم، انشاءالله دیگر ما خجالت نمیشیم. دختران را میتیم لرزه در درون دل مونه، این چی میشیده باشه، این چی کامکه باشه. همه هر یک زوانا که خدای نکرده طرف همون خانه داماد شوه تمام وجود من لرزه میگیره که یگان بدبختی این دختری من خواهر من کرده است. انای ترس ها برای گمشیدن ما باید که تمام امکانات ما را صرف کنیم، دخترکو را نصیحت کنیم، بفهمونیم، با قرآن و با خدا نزدیکشون کنیم. خدا خواهد در درون آدم که
حکومتی ایمانی باشه از او خیر بیرون میشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. این روز سعید بر اهل خاندان، بر اهل این جماعت الله مبارک گردانه و خدا توفیق و خدای مهربان باز هم هدایت ما را بیشتر گردانه و خداوند همه ما را خدا ترس و خدا جو و خدا شناس بگردانه و آن چیزی را که از حقیقت دین ما بیان کردیم خدا توفیق عمل کردن نصیب بگردانه. جمعی برادرای ما که امروز در مسافرتی هستند خدای مهربان همه بانشان صحت و سلامت به خاندانشان رسانه. بیماری هایی که در این ناحیه فیض آباد هستند خدا همگیش شفای کامل و شفای عاجل کنه. بسیاری از عزیزای خدا در این وادی ها خوابند خدا رحمت و مغفرت شما کنه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. Karamatlı kezinçi. Subjektiv все отдал. Я где для буду романом. Я гонщик Турсидами то что вообще Турсидами о том больше. Боги ходжи? Боги ходжи. Мами да шари Иркутск был, да? Хотим надо ако на мой джума когда нетунесим му. Таким. Иншаллах шон аср да там мемани не хонам иншаллах. Хам руб шо хизмат мекунам, да? Чанд сол шиште? Машай сулака. Синдонош дари мушкилотош зиёд. Бахайр да ма сарф из. Бахайр да хорош. Як зиндон хайра ма була. Шугар шугар. Насиб хайр даста. Махаддаро дар рафтагӣ будааст ки та бачае ки хулигани ешон мардум ака кам муштари одами дуруст мешавад. Аксаршон бираҳа. Ешонара мо камкам сангшон мезем малол бештар ек ёхи ту сангои мо дуруст буд дарозшон. ешон касеро мегӯем ки ҳамин суннатҳои пайғамбара ба дандонош қапидагӣ даъвои эшонӣ мекунаву ҳей бу маззае аз роҳи пайғамбар дар вуҷудаш нест. хеле айда ҳазрати мавлави фотимаро чӣ мегӯяд? пайғамбар мо фотимара мегӯяд ки рафи фотима ки сана битарс аз қаҳри ҳад гӯ зикр огоҳ манозики паямбарзодаам ман миёни бандагон озодаам ман ва фардо аз амал пурсанд бисёр зизод насл кай пурсанд ҳушдор. агар амалат мепурсаи фотима фотимаро гуфтеста ай зодата ай наслу наноз мекард макун такя ба ман зинҳор зинҳор ки маҳшар рӯзи сахту кори душвор ба ман такя накард. ҳазрати мавлавӣ мегӯяд чун эшоно гуфта бозидестаю мега пайғамбари нозанин абин чӣ мегӯяд? фотимаро мегӯяд ки ба ман наноз ба ман такя накард агар ай амалат мепурсад фотимае ки аз миён мега болош ҳамта пайғамбари мо истодагӣ буд. фотимае ки мега медуромад пайғамбар ай ҷош мехест мерафт ай пешониш буса мекард духтари дӯстдори пайғамбар мо ки саиди бигем занҳои аҳли ҷаннатай о ба ман наноз ба ман такя накард. рави эшонои моро худо нигаҳ дорау ана да як эшон доштем куловда бегаи мерем хатм як одами оди эшоне хатм мекунад туиша ба хатм баъд гуфт ки бобои ҳоҷӣ гуфт ҳамин дин ҳамин ҳамсоямон як эшони калоне сураёи қосима гуфт оварда буд ҳамин шави дуруст хокунӣ монанд эшон туиш ба сураёи қосим мегзараву як одаме ки эшон нест ба хатм ина худ бу комш эшонай эшони ҳошим ака эшон шаид таби эшони ақони
خدا نگه داره. سیاد خیزین درسته؟ الحمدلله. خدا خاتمه کاری همه ما و شما را بخیر.